شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را، شنیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم را. این از آداب، باید انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم را با نامشان نام نگیرد، رسول الله گوید، فرستاده الله، رسول الله، پیغمبر الله گوید. چون که الله تعالی هم وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکرد با ندای کرامت، با ندای احترام، یا ایها الرسول و یا ایها النبی گفته خطاب میکرد. و این چون همسران جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادران مومنان و این چون دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم هم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را اگر خطاب میکردند یا رسول الله، یا نبی الله گفته خطاب میکردند، یا محمد نمیگفتند، با نامشان نامگیری نمیکردند، چون این بی‌آدابی هست. حتی کافران قریش هم که به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان نداشتند، اگر خواهند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را احترام کردنی شوند، یا ابوالقاسم میگفتند، ای پدر قاسم میگفتند، نمیگفتند ای محمد، نمیگفتند. اگر به احترامی خواهند ای محمد میگفتند. اگر احترام کردنی شوند با کنایه سخن میکردند، با کنیه سخن کرده میگفتند که ای پدر قاسم.